امروز 31 اردیبهشت یه تور ریز بذارم تو انبار، جنسا رو براتون معرفی کنم. مثلا اینجا تونمایی خوشنگار رو میبینیم که آفر امروزش 29900 رو 50 بسته به بالا. باربارا رو داریم تو رنج قیمتی 36 تومنه رو تعداد. انرژیزای اسپنوی 250 سی سی رو داریم دورور 19.5 خدمتتون عرض کنم. کلوچه چتری ها که خیلی خوب داره الان فروش میره، 13 مصرف کننده داره، شما میخوایی 5200 تو این تاریخ. رب والی از ربای اقتصادی ارزون با قیمت مصرفشون الان بین 75 تا 95 هم الان مصرف کننده میخوره، ولی والی مصرف کننده نداره. قیمتش هم رنجش 46 تومن رو تعداده. خوشتون فیروزه‌ای رنگبندی های دیگه هم داریم. زرد ماهی قیمتش در میاد دورور 37 تومن رو تعداد. رب شیشه‌ای تبرک 150 مصرف قیمتش در میاد دورور 100 تومن 99 تومن 1300 خالصه. کشک کلان 500 گرمی 37900 38 تومن تو این رنج مصرف 55 تومنه. سس مهرانه 900 گرم فکر کنم دورور 120 تومن مصرف، 80 خورده یا 120 تومن. حالا توی کانال اطلاعاتش گذاشتیم، اینم دورور 59 در میاد. مشابه همین سایز همین کیفیت تبرکی که حدودا 25 تومن گرونتره، یعنی 88 89 در میاد، این 59 داره در میاد. رب مکنزی رو داریم، اینم 85 فروش 64 5 تومن در میاد. مرباهای کلان یکی از بهترین مرباست، یعنی ما داریم 3-4 ساله باش کار میکنیم، هم کیفیتاش خوب بوده، روز به روز ارتقا داده کیفیتشو، حاشیه سودش خوبه، رنج قیمتیش 60 تومن آلبالوش، 50 تومن هویجشه تو این تاریخ. سسای مهرانه رو معرفی کرده بودم، این کچاب خرسیشه، اینم دورور 25 تومن در میاد تو این تاریخ. این که تاریخ رو تاکید میکنم خودتون بهتر میدونید، روزانه داره قیمت ها جابجا میشه و تو امروز که دارم این فیلم رو براتون تهیه میکنم قیمت ها همینه. تن ماهی نعیم از اون تن ماهی های اقتصادی ارزون که آفر 50 بسته به بالاش 29900 اینم امروز. سید داوودا رو داریم، سسای فلفل سبز قرمز زرد بزرگ 474 گرمش 99 مصرف خورده دورور 62 تومن در میاد خدمتتون. کوچیکاش دورور 21 در میاد 36 فروشه. شاوتون هم مثل نعیم و خوشنگار 29900 در میاد رو تعداد. آب میوای تکگل ارزون شط اینا 15 مصرفن دورور 5200 در میان، ببخشید 6200 در میاد، اخیرا افزایش قیمت داشته. کنسرو لوبیای ارزون آدونی 27900 بدون قیمت مصرف کننده است. سسای مهرانه رو معرفی کرده بودم، این فشاریشه که اینم دورور 23 تومن در میاد قیمتش، بکنم 36 تومنه مصرف کنندش. اینا سسای فرانسه و هزار جزیره است، مصرفاش دورور 46 تومنه، الان دارم میبینم 49.5 شده مصرفش. اینم بین 32900 33 تومن تو این رنج قیمتی رو تعداد. اسپنوی انرژیزای 500 گرم بدون قیمت مصرف در میاد 36.5 تقریبا قیمتش رو تعداد. رب عزیز یکی از بهترین ربا 140 تومن 135 تومن مصرفشه 99 در میاد. خوشتون فیروزه‌ای رو معرفی کرده بودم، زرده بود، این نارنجیشه مالینه درجه 1 89900 فروشه 47900 رو تعداد تقریبا در میاد. بیاتون ماهی حبور اقتصادی 35900 تقریبا در میاد، قیمتش فوق العاده پایینه، یکی از بارای خوش قیمت و خوش فروشه. شامپو شبنم برند، فامیلا برند، هایلی برند، خوشاب نخود سبز برند، اوجان برند. دیگه اگه بخوام تک تک این کالا رو معرفی کنم شاید زمان زیادی ببره. میتونید تو کانال از طریق لینک کاتالوگ آنلاین تمام موجودی ها رو با قیمت های توناژ خودتون ملاحظه کنین. مرباهای
بهانه 300 گرم حاشیه سودشون فوق العاده خوبه، حتما بررسی کنین. انشالله ویدیوهای جدیدتری هم بعداً ضبط میکنم براتون. فعلا تا اینجا فکر کنم کافی باشه.